سوال ساده ولی عمیق. تو دقیقاً منتظر چی هستی که اتفاق بیفته و بعدش شروع کنی؟ نه اینکه چطور یا کی، چی؟ منتظر چی هستی؟ بیشتر آدما اینجا گیر نمی کنن چون بلد نیستن. گیر می کنن چون ناخودآگاه منتظر یه تغییر درونی هستن. منتظر یه احساس، یه اطمینان یا یه چیزی که یه روزی بگه الان دیگه اون آدمشی. ما معمولا منتظر این چیزاییم. اینکه ترسم کمتر بشه، اعتماد به نفسم بره بالا، اینکه دو دل نباشم یا اینکه احساس کنم که حق شروع دارم. اما مشکل اینجاست که این حسها پاداش حرکتن، نه مجوزش. اینجا دیگه بحث آماده سازی نیست، بحث تعلیق زندگی برای رسیدن به یک وضعیت ایدئال درونی. و این تعلیق اسم قشنگی نداره. اسمش فرار آگاهانه نیست. اسمش انتظار ناآگاهانه است. اگه بخوای از این انتظار بیای بیرون، لازم نیست به خودت فشار بیاری. فقط کافیه اون شرط پنهانش رو ببینی. و من همین الان ساده دعوتت میکنم به دیدنش. یه لحظه، همین جایی که هستی، از خودت بپرس اگه قرار نبود چیزی رو عوض کنی، نه حست رو، نه اعتمادت رو و نه شرایط بیرونی رو، باز هم اولین قدم چی میتونست باشه؟ سعی نکن جواب رو درستش کنی یا قشنگش کنی. بذار هر چی که میخواد بیاد. عزت نفس از اینجا ساخته میشه. جایی که به خودت میگی من اجازه نمیدم زندگیم در حالت انتظار باقی بمونه. نه با حال بهتر، نه با آدم بهتر. با اون آدمی که الان هستم شروع میکنم. اینجا با تمرین، نه نصیحت، عزت نفس ساخته میشه.